اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسه نازنین و دوست داشتنی و همیشگی برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. امشب شب 7 ذوالحجه، شب شهادت 7مین معصوم و 5مین امام و افتخار شیعه آقا امام محمد باقر علیه السلام هست. امشب رو با همه وجودم به محضر امام حی و حاضر و ناظر بر اعمالمون صاحب عظاماتم حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنم که همه ما بیش از پیش با سیره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و حالا با گفتار و رفتار و روش زندگی 5مین پیشوای دینمون امام باقر علیه السلام آشنا بشیم و بتونیم مسیر زندگیمون رو بر اون اساس تنظیم بکنیم و در این راه حرکت بکنیم. به خاطر همین ما دعوت کردیم از متخصص و بلد راهمون حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی عزیز تا انشاءالله از بیاناتشون استفاده بکنیم و بهره مند بشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین. عرض تسلیت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و تحیات. هم از طرفی تبریک این دهه ولایت و دهه با عظمت اول ذی‌حجه که درش واقع هستیم و هم تسلیت شهادت امام باقر علیه السلام. قبل از اینکه بریم به حضرت بپردازیم اگه اجازه بدین یه جمله در مورد این دهه عرض کنم. آره حتما خوبه، بفرمایید. این ماه که قدرش رو بدونیم که این ماه ذی‌حجه چه ماهی است. اولا در روایات به عنوان شهر الولایه، ماه ولایت و امامت. میدونید که بزرگترین عید ولایت و امامت هم در این ماه واقع. بله. عید الله الاکبر و بزرگترین عید آل محمد صلی الله علیه اجمعین که 18 این ماه هست. اگر زنده بودیم در اون ایام در مورد قدیر و بزرگترین حادثه عالم خلقت انشاءالله عرایض رو خواهیم کرد. اما یه جمله راجع به همین دهه اول، 10 روز اول. بله، این 10 روز اول که حالا در این دهه ما قرار داریم. قرآن مجید این دهه رو خیلی تجلیل کرده. نداریم جاهای دیگه در مورد دهه دیگه اینقدر قرآن تجلیل کرده باشه. اولا میدونید این دهه در قرآن اسمش دهه فجره. والفجر و لیال عشر. این دهه اول ذی‌حجه است. اسم دیگه ای که تو قرآن راجع به این دهه هست که زیاد یاد فرموده زیاد یاد کنید، اذکروا الله فی ایام معلومات و فی ایام معدودات. هم در قرآن هم در روایات خیلی اسم داره این دهه. یعنی یه چیز خاصیه که اینقدر اسم داره. حالا درسته ما بحثمون امام باقر علیه السلامه، ولی گفتم یه 2 دقیقه 2-3 دقیقه یه چیزی بگیم که اصلا خود زمانمون، ماهمون، این دهه رو حواسمون باشه. و اتممناها به 10 هم هست دیگه. آره بخونم آیه‌شو. بفرمایید. که این دهه است که خدای متعال بعد از 1 ماه قرار و اعتکاف و عکوفی که حضرت موسی با خدای متعال داشت و وعدنا موسی 30 لیله، اون 30 شب ذی‌قعده بود. این دهه‌ای که سرش کردن و اتممناها به 10 کامل شد. فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. چون بحث ایام حج هم هست، یه کلمه هم از حج بگیم. جمعیتی که محرومی مثل ما که نتونستیم بریم، خدا 2 تا مهمونی در سال داره. یه مهمونیش ماه رمضونه که عمومی، هر کی روزه بگیره میلیارد باشه 2 میلیارد، همه مهمون خدا، همه ضیوف الرحمنن. ولی این دهه مهمونیش فقط مال حجاجه، اونا ضیوف الرحمنن. و حالا ما که نرفتیم چی؟ یعنی ما محروم باشیم؟ فرمودن نه، این 2 رکعت نماز و وعدنا رو بین مغرب و عشا. الان بینندگان عزیزی که دارم، من دوربین من اینه، الان اگرم تو این چند شب نخوندید، از این شب تا شب 10 که شب عید قربان هست، 2 رکعت نماز بین مغرب و عشا
حمد قل هو الله رو میخونی، بعد این آیه رو میخونی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اینو دو رکعت رو میخونی، یعنی بعد از یه حمدی قل هو الله. و خدا هر کی این دهه اینو بخونه تو ثواب حاجی‌ها شریکش میکنه. حالا دوستانم زحمت بکشن این آیه رو انشالله زیرنویس کنن و به شکلی که توجه شبکه قرآن دیگه. بله. حتی اگه بگین الان ترتیلم بخون من میخونم. هست شما درد نکنه. آره قبل برنامه دیدم آقای تهیه کننده از شما یه آیه خواستن، گفتین با صوت بخونم. خواستیم بخونم. آره خیلی خوب. بخونم؟ نه هر جور سلام میدونید اگه دوست دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العلی العظیم. احسن طیب الله حافظکم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. از ما می‌خواستیم مقدمتاً بگیم این دهه فجر، دهه ایام معلومات که گفته اذکر الله، خیلی یاد خدا کنید. دهه ایام معدودات، دهه مهمونی خداست. و خلاصه نگو من که محروم بودم، ما که این مهمونی مال ضیوف الرحمن، نه ما میتونیم تو ثواب شریک باشیم. و یکی از راهاش هم این است که تو به همکارای خودم، به ائمه جماعات و خطبا اینا میگم این ایام هر جا منبر میرن تو مسجد نماز و جماعت و اینا یه چیزی از حج بگن، یه آیه‌ای، حدیثی، تفسیری که مردم دلشونو ببرن. مثل 40 که میلیون ها نفر میرن، اونایی هم که تو خونن پای شبکه دلشون اونجاست. یه کاری کنیم الان دل ما هم مکه باشه، دور نباشه که بگن اینا اصلا برای حج توجه نمیکنن. یه نقطه ضعفی است نسبت ما. الان باید مساجد ما، پلاکاردهای شهرداری، زیباسازی، اینا فضای حج باشه. الان دیگه فضای حج دیگه. این چند روزه مخصوصا داریم نزدیک میشیم به شب یوم الترویه که فردا شب که یوم ترویه است با اون عظمتش، پس فردا شب عرفه با اون عظمت که حضرت فرمود الحج کله عرفه. اصلا کل حج عرفه است. 18 عملیات اگه خلاصش کنی به قول ما بچه میرسیم به اونجا ان شاء الله. میرسیم باش. اون شبا ان شاء الله خدمت شما هستیم و موفق. فعلا از امام باقر غافل نشیم. امشب شب شهادتشون هست، استفاده بکنیم. البته ما شب قبلم توضیح دادم به مردم، ما این 5 شب پیش رو با موضوع حج محضر حاج آقا هستیم میخوایم مفصل به حج بپردازیم. منتها چون امشب شب اول که خدمتشون هستیم شب شهادت امام باقر هست، گفتیم از این اقیانوس مواج سجایای اخلاقی و الهی و انسانی هم بی بهره نشیم و به نمی شده ما کام دلمون آشنا بشه و بعد انشالله بپردازیم به حج. حالا انشالله اواخر برنامه هم به نگاه حضرت به حج میپردازیم. اگه صلاح بدونین از اینجا شروع بکنیم که اون چیزی که درباره امام باقر خیلی گفته میشه لقب باقرالعلومه که اونم از دولب مبارک پیامبر اکرم صادر شده سالها قبل از تولدشون. یبقر العلم بقرا. آره، این شکافنده علوم بودن امام باقر یعنی چی؟ اولا اگه صلاح میدین راجع به این صحبت بکنید، چه جور علمی دارن امام باقر که اینجور مطرح شده؟ دو اینکه از این نحوه علم و دانش ایشون اشکال نداره مال اون موقع بوده این، اما الان که نزدیک به 1400 سال میگذره میشه از این مدل علم و دانش ایشان الان ما بهره مند بشیم یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما وقتی راجع به علوم ائمه یا انبیا میخوایم صحبت کنیم در حقیقت از علم خدا میخوایم صحبت کنیم، چون این از پیش خودشون هیچی ندارن. هرچه از علم افاضی است. یعنی نمیخوام بگم اینا بدن عادی ندارن مثل ما که تو خیابون راه میریم، تو کوچه، تو خیابان غذا میخوریم، به قول قرآن یأکل و یمشی، دارن اون جنبه بدنی ما رو دارن، ولی از نظر علمی و روحی و معنوی متصل به خود اصل معدن. ماها با 1000 واسطه میریم یه چیزی رو از حقیقت پیدا کنیم. مثل آدمی که اتفاقی مثلا در یه فاصله 50-60 کیلومتری از دور یه دخانی میبینه، یه دودی میبینه، نمیدونه چی، انفجار بوده، لاستیکاتش زدن،
اسرائیل خدا نکرده زده، نمیدونم صدام موشک زده زمان جنگ، نمیدونیم چیه، از دور یه چیزی میبینیم، هم میریم جلو میخوام کشف کنیم، ولی اونی که اصل قضیه رو داره میبینه که اصلا که دیگه براش چیز نامکشوفی نیست، همه چیز برای اینا مکشوفه، چون اینا مصداق آتیناه من لدنا علما، از پیش خودمون به اینا علم میدیم. البته اگر ارتباطشون با خدا قطع بشه هیچی ندارن. انبیا و ائمه اگه ارتباطشون با اون معدن اصلی قطع بشه از پیش خودشون هیچن. قل انما انا بشر مثلکم یوها، مثل ما قیافه و ظاهری فقط یوها، اتصال دارن ما اتصال نداریم. مثل دستگاهی که به برق نیست، یه دستگاهی که به برق هست. فرق ما و اونا اینه. اونا متصل، ما متصل نیستیم. اگه ما یه جوری به اینا وصل شدیم با یه واسطه‌ای، با یه سراحی چیزی، وقت ما از اونا به مقدار ظرفیت خودمون میتونیم استفاده کنیم. مثلا یه کارخونه‌ای برق چند هزار چیز داره، ما مثلا در حد 110 میخوایم، بیشتر هم به اون بدن نمیتونیم تحمل کنیم، باید متصل بشیم به اونا. خب همه اهل بیت این ویژگی رو داشتن، اما امام باقر شکافنده علوم. چرا مثلا فرض کنید به قول شما به امام باقر گفتن امام باقر، چرا به امام جواد که اخیراً ایامشون رو پشت سر گذاشتیم جواد میگن، چرا به امام صادق، چرا به هر امام یه چیزی میگن؟ این بسته به اون شرایط و ظروف و زمان و مکان و حوادث و فراز و فرودی که اون امام درش زندگی میکرده این اتفاق میافتاده و از قبل هم خدای متعال اون وصف رو به او داده. تمام این اوصاف ائمه 14 نور مقدس تو حدیث لوح فاطمه زهرا که جبرائیل برای رسول الله صلی الله علیه و آله آورده هست. یعنی فکر نکنن که اینا رو بعداً گذاشتن. بعضیا میگن که اسم لقب رضا رو مأمون به حضرت داده. حضرت فرمود چی مأمون داده؟ این لقب رو خدا داده در حدیث لوح و پیغمبر اکرم 200 سال پیش فرموده اینا رو. امام باقر همینطور، امام صادق همینطور. از امام صادق پرسیدن که چرا بهشون میگن جعفر صادق؟ فرمود ایشون فرزند پنجم منه، پیغمبر فرموده امام صادق فرزند پنجم منه و اون چون که صادق فی القول و العمل، کلمت و صدق، تعابیر خیلی بلندی داره، هم تو حدیث لو هم تو حدیث رسول الله. به این جهت به اون میگن، به فرزند پنجم من میگن جعفر صادق، چون از فرزند او نسل پنجم او یه جعفر کاذبی در میاد. جعفر کذاب هست، عموی امام زمان برادر امام عسکری، اونم فرزند پنجم امام صادق. امام صادق هم فرزند پنجم رسول الله. میخوام بگم اینا در خزانه عیب الهی و آتیناهم من لدنا علما هست. اما اینکه علم اینا از چه سنخیه، چه نوعیه، اینکه مثلا کسی فکر کنه امام باقر یا امام صادق یا امیرالمؤمنین یا اهل بیت اینا مثلا علوم مثل همین علوم عادی مادی کسب کردنی پیش استاد رفتنی، نه اصلا. مگه اینا مبین قرآنن؟ مگه قرآن کتاب فیزیکه، شیمیه، معدنه، چه میدونم سدسازی، هواپیما سازی، کتاب هدایت و اگه لازم بشه، اینا وقت کسی اشتباه نکنه، اگه لازم بشود یه جایی خدا قدرت نمایی کنه، پیغمبرش رو تقویت کنه، قرآن کتاب کشتی سازی هم هست. به نوح میگه واصنع الفلک باعیننا و وحینا، تو برو بساز ما بهت میگیم. ولی اصولا قرآن و کتب آسمانی برای کشتی سازی، برای هواپیما سازی، برای فیزیک، شیمی، ریاضی، طب نیامدن. یه موردی پیش می آمد از حضرت سوال میکرده، مثلا راجع به خاصیتی دوایی، گیاهی، چیزی میفرمودن، ولی اصولا ائمه طبیب نبودن، مهندس نبودن، معمار نبودن، ولی ائمه و انبیا هر جا لازم بوده همه کاره بودن، همه هنره بودن. میخوام چیز بدین، یه چیز قسمت بدین، ولی بذار نصف نمونه. این حرف مهمیه. ببین یه وقت یه پیغمبری لازم می شده که ذوب فلز بکنه، ذوب مس. قرآن داره یعجوج و معجوج میخوان حمله کنن، خدا میخواد این قوم رو حفظ کنه، بهشون یاد میده چجوری فلز رو ذوب کنن، یه سدی درست کنن. حالا چی بوده نمیدونیم، ولی عنوانش در قرآن اومده. یعنی خدا میگه من ذوب فلز به شما یاد میدم.
کشتی سازی به شما یاد میدم، هر تکنولوژی پیشرفته رو به شما موقع لزوم مثل معجزه یاد میدم. ولی اصولا انبیا و ائمه برای ذوب آهن و ذوب فولاد و برای پتروشیمی و برای نفت و برای نمیدونم پزشکی و برای مهندسی نیامدن. اونا اومدن علمشون برای چیه؟ برای هدایت انسان سازی. این خیلی حرف مهمیه. بله. فرصت بدین تا ما ساعت‌ها حرف بزنیم، اگر فرصت نیست 2-3 دقیقه. حالا یا میخوان بریم برگردیم؟ آره بریم و برگردیم و انشالله باز بیشتر استفاده میکنیم. دست شما در نکنه. بفهم خشمم خدمتتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فدای قربت ما باقر علیه السلام بشم که شب شهادتشون کسی دیگه مدینه نیست، همه زائران مکه هستن و مهیای در واقع شروع اعمال و مناسک حج میشن. برای همین فرمودن که برام تو منا عزا 10 سال. آره خیلی ممنونم. عرضم حضور شما که درباره علم امام صحبت فرمودند و ویژگی هایی که داره، من 2 تا سوال یکی میکنم اگه صلاح دونستین، باز همون امتداد فرمایشاتون میتونین پاسخ بفرمایید. یکی نحوه برخورد امام با شرایط سیاسی درگیری و نزاعی که بین عباسیان و امویان شکل گرفته بود و توی همین اوضاع ملتهب و بحرانی امام ظاهراً حسن استفاده هایی هم کردن. علت ترویج دعا و ما کلی دعا و زیارت داریم از امام باقر و پدرش امام سجاد، این چی بوده علت رواج دعا توی این شرایط؟ بحث مهمی رو ناخواسته وارد شدیم ولی باید حقش رو ادا کنیم تو این 4-5 دقیقه که داریم. این خدا سلام خدا بر امام باقر فرمود گذاشتن ما توحید رو بگیم ولی نذاشتن شرک رو توضیح بدیم. که توحید رو بخوای حدود و ثغورش رو بفهمی باید بفهمی شرک چیه که توش نیفتی دیگه. مثلا توی ساختمان بلندی بیان بگن ساختمان خیلی قشنگ، پنت‌هاوس، طبقه 5 فلان، ولی بهت نگن اینجا این نرده نذارن که نیفتی. یا همونجوری که داری میبینید پق میخوری از طبقه 50 میفتی. برای درک روز شب لازمه. بله. میخوام بگم اونی که تکلیف اهل بیت علیهم السلام تکلیف الهیشون بود، مخصوصا بعد از نبوت و رسالت خاتم انبیا و رحلت ایشون، این بود که اون توحیده رو به مردم حالی کنن و مواظبت و اینکه دوچار شرک نشن و حقایق دین رو بهشون بگن و دشمن هم نذاشت. نگذاشت حتی خود پیغمبر اونطوری که باید شاید مردم رو تربیت کنه. خب بخشی از مسیر رو پیغمبر رفتن، بخشی دیگر هم هر کدام از ائمه رفتن. میدونیم حتما به نتیجه کامل که نرسیدیم. اونی که میاد کار رو تمام میکنه اون حجت ثانی عشر امام 12 مهدی آل محمد صلی الله علیه و اجمعین که میاد کار رو به نتیجه میرساند و یملأ الارض قسطا و عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. ولی کن اینا وظیفه خودشون میدونستن اصلا هدایت مردم رو که مردم رو در جایگاه صحیح خودشون قرار بدن. من یه مثال قرآنی بزنم. شما قصه حضرت ابراهیم رو یادتونه وقتی میخوندیم که روزی که بنا بود همه شهر بلا استثناء برن به صحرا برای اون مراسم بتکده بت پرستی و فلان ایناشون، یه ابراهیم این طرف بود تمام مردم اون طرف بودن. یعنی ائمه به دنبال اینن جایگاه ها رو درست کنن. بعد اینکه حالا الان پس ظهر چی بخوریم و بعد از ظهر چی بخوریم، اینا جزء کارهای ائمه نیست. اون علوم دیگه و علوم فضلی که ما دنبالشیم برای پول در آوردن و اینا، برای زندگی کردن و معیشت و اینا، اونا مسائل درجه 2. مسیر اصلی است که جایگاه رو درست کنی. یه مثال دیگه بزنم. فرض کن 2 تا اتوبوسه، یه اتوبوس داره میبره برای جبهه حق، یه اتوبوس هم داره صدام میبره، اسرائیل میبره، دشمن میبره. تو فقط نباش که من ساکم کو، غذام کو، آقا تو کدوم اتوبوس داری میری؟ اونا بچسب. اصل کار این است که بری تو اتوبوس اسلام، تو اتوبوس توحید که داره به جبهه حق میره. ولی ممکنه همه وسایل و زیرپوش و لباس و مسواک و همه چیز هم برداشتی، همه وسایل شخصی، گوشی و موبایل و فلان، ولی بری تو اون چیزی که برای سربازا برای اسرائیل دارن میبرن، برای دشمن میبرن. مهم اینه. یا مثلا فرض کنید توی صحرایی، فرض کنید مثلا بعد از حج، تصور کنید 3 میلیون جمعیت هواپیما همه میخوان سوار. تو باید اول حواست باشه تو کدوم پرواز، تو کدوم اتوبوس. حالا اینکه چی همراهت هست نیست، مثلا نوشیدنی چی، اینا خیلی مهم نی. کار ائمه این است که مردم رو به هدایت الهی، توجه به خدای متعال، معالم دینشون، ائمه دنبال این بودن. اون قصه معروف ابن عباس که میره بعد از سالها بعد از رحلت رسول خدا، من نظرم ایام بعد از شهادت امام حسین بوده ظاهرا، میره بصره
نماز بخونه برای مردم، ایام بعد از ماه رمضان بوده، روز عید فطر بوده، به مردم میگه که خب الان امروز عید فطر، میخوام نماز عید فطر بخونیم، اخرجوا صدقه صومکم، اون زکات فطرتون رو خارج کنین. میدونی اول باید زکاتت رو خارج کرد، حتی اگه به فقیرم ندی کنار بذاری. میگه وقتی گفتم که این زکات فطرتون رو خارج کنین، صدقه صومکم اخرجوا صدقه، گفتم چی زکات فطر چیه؟ صدقه صوم؟ بابا مگه چند سال پیغمبر رفته؟ معالم یادشون رفت، معارف یادشون رفت، حتی احکام یادشون رفت. بعد گفت که آقا همه چیو که شما از بین بردین، همه چیو که عوض کردین. یه نفر گفت نه نمازو داریم دیگه میخونیم، نماز زمان پیغمبر هست. یه نفر گفتش که الستم صنعتم فیها ما صنعتم، تو نمازم خیلی تغییرات دادین و واقعا داده بودن. میخوام بگم کار ائمه این است دین مردم و معارف مردم، این که بیان حالا اول زندگی مادی و عادی و ظاهری مردم، نه. حالا البته وقتی که امام عادل در جامعه حکومت میکنه، از نظر حالا به قول حضرت نوح کشتی سازی، به قول اون پیغمبر ذوب فلز و علوم و معارف دیگر، ستاره شناسی، زمین شناسی، اکوان شناسی، اونا رو هم اضافه کنن مانعی نداره، ولی اصل این است که بندگان در مسیر بندگی باشن. آره، و برای رسیدن به این هدف از ابزار و وسایل استفاده میکنن، از جمله مثلا ادعیه، زیارات، تربیت یه نکته دیگه بگم و برم سراغ ادعیه. نکته دیگهش این است که بعد از زمان پیغمبر و خصوصا بعد از قصه مؤلمه و فاجعه بی‌نظیر عاشورا جوری کردن که دیگه اصلا مردم از دین، یعنی تو مدینه پیشرفته ترین گروه های مطرب و رقاص تو مدینه ها. آره شنیدم. یعنی امام سجاد که پدر این بزرگوارم فرمود ما فی المدینه 20 نفر ما رو نمیخوان. همه رو بردن تو فاز اصلا دوری از دین و حقایق و معارف و ایمان و عبادت و اینا. حالا توی همچین شرایطی امام باقر علیه السلام وظیفش چیه؟ وظیفش اصل دین رو حفظ کنه، همینطوره، نه برسه به اون مسائل مادی و ظاهری مردم. ولذا تکلیفی که این ائمه احساس کردن اصلا دیگه چیزی باقی نمونده. حالا ببین فشار به بنی هاشم چقدر بوده. وقتی وضع عموم مردم اینجوری بوده، بنی هاشمی که بالخصوص بنی امیه یقشون رو گرفتن، نمیذارن امکانات بهشون برسه. در روایت داره در زمان اواخر امام سجاد و امام باقر گاهی تو خونه های بنی هاشم سادات، بچه های فاطمه زهرا یه چادر کامل برای نماز نداشتن. 3-4 تا خانم بودن میخواستن نماز بخونن، یکی یکی نماز بخوندن. این مثال من برای چی میزنم آقا سید؟ که بدونی چه فشاری بوده. مردم احکام بلد نبودن، اصلا رفت اسلام. ما گاهی روزه میخونیم محرم و میگیم امام حسین گفت علل اسلام السلام، خیال میکنیم که همینجور داریم تعارف میکنیم. واقعا اسلام از بین بردن معاویه و یزید و بنی امیه. کاری که امام باقر و امام صادق کردن که 2 دقیقه ما وقت داریم این 2 کلمه رو من 2 دقیقه بگم، این بود که اینا اومدن اصل دین رو حفظ کنن. یکی از راهاش دعا بود. چرا؟ چون معارف اهل بیت علیهم السلام، علومشون، مثلا گاهی به یه پیرزنی جواب میدادن، به یه جوونی، به یه مردی، به یه زنی، به یه بیابونی، شهری، آدما متفاوت بودن. با هر کسی به اندازه فهم خودش باید حرف میزدن. ولی عالی ترین مفاهیم، راقی ترین معارف رو کجا ائمه گفتن؟ تو دعا. چون دعا مخاطب کیه؟ خدا. دیگه لازم نیست که ملاحظه عقلشو بکنی، چون میگه با مراجعه با مردم امرنا لنکلم الناس علی قدر عقولهم. دیگه تو دعا عالی ترین معارفشون هست. دعای سنبل کردن و رو به خدا کردن نبود، دعای مکتب بود برای اهل بیت، دعای مدرسه‌ای بود، گنجینه از معارف. یعنی امام سجاد که حالا مثلا تصور همه این است که همین 54 تا دعا رو داشتن، نه، امام سجاد تو این صحیفه کامله 54 تا دعا داشتن، ولی در اون صحیفه سجادیه جامعه‌ای که مرحوم آیت الله محمد باقر موحد ابطحی رضوان الله علیه 10 سال پیش فوت کردن، کل دعاهای ائمه رو جمع کردن، 54 تا رو به 272 تا دعا رسوندن. و خود امام باقر همینطور. حالا آخرین جمله‌ام باشه که باور کردنی هم نیست، امام صادق علیه السلام که خیلی هم به دعا معروف نیستن، آقا سید فکر میکنید چند تا دعا از امام صادق رسیده؟
نمیدونم. 1155 1155 نه. عددش هم رونده. عجب، از امام صادق. 1155 دعا از امام. یعنی این دوتا امام به وسیله دعا، این دو سه تا امام بله بله. اصلا حقیقت دین رو از نو برای مردم آره، تلقین حیف کردن. شد که وقتمون تموم شد. این یه بخشی از کارشون بود، اون تربیت شاگردان و اون دانشگاه بزرگ اسلامی که زمان امام صادق 462 تا از شاگردای امام باقر شیخ طوسی لیست کرده. آره. 462 نفر از فقها و زمینه ساز اون اصلا دانشگاه، زمینه دانشگاه امام صادق و امام باقر امام باقر چید. بله خیلی ممنونم. دست شما ببخشید دیگه فرصتمون تمام شد. آره حالا ان شاء الله 10 ثانیه جمله بگم. 10 ثانیه. شب‌های آتی راجع به حج صحبت می‌کنیم. 4 شب ان شاء الله استفاده می‌کنیم و بهره مند میشیم. عوامل نداریم، ببخشید. مخلص شما هستیم. حالا برای اینکه بی بهره هم نمونیم، امام باقر فرمودن حج آرام بخش دل‌هاست. الهی که خیلی زود نصیب و قسمتتون بشه این آرام بخشی دل‌ها. التماس دعا یا حق